چرا دست از سر من بر نمیداری؟ مثلا گروه سورپرایزی آوردی که آهنگ عاشقانه بخونی منو تحت تاثیر قرار بدی. جمع کن بابا. وایسا، این دفعه قرار نیست اونا بخونم، خودم میخونم. بچه‌ها بریم. ببخش منو اگه اینقدر بیورزمتو نمیخورم به درد لای جرزم. قبول دارم تو این رابطه تر زدم، حق داری ازم ناراحت چی عزیزم. ببخش فلافل دادم 7-8 بار بهت قول سیکس پک دادم ولی شدم تشگرد. به جا مالدیو بردمت هشگرد، به جا خاویار بهت دادم اشبل. هر وقت میبردمت سینما سه شنبه بود، گفتی بریم دبی ولی بردمت لنگرود. سوشی میخواستی ولی بردمت یه جا، یه جو و بهو خوردیم که پر دنبه بود. زبونم تون بود این سس گلوریا، فیک و ارزونن همه این اکسسوریا. حرفا و کارام پر دوز و کله کوریا. تیکه آبی من بود این $14 اتکلونه بود گفتم خرید آلمانه. اون دستاز بچهای قلسن خانه، دروغ زیاد گفتم بهت متاسفانه. بابام هم دکتر نیست، شوتیه تو مسیر تهران بانه. شوخیم خرکیه، قولم الکیه، انگار نویسنده زندگیم ایرج ملکیه. مشکلات زندگی دنبال منن و داد میزنن که این مال کیه. این مال کیه؟ ببین امکان نداشت من دوباره با تو کشم، ولی سر این آهنگی خوندی خر شدم. حاجی دیدی گفتم جواب میده. جون من یه بار دیگه